شاید برای شما هم پیش اومده موقع خرید روغن موتور از خودتون بپرسید روغن SJ بریزم یا SN یا مثلا SL. ببینید این حرف در واقع نشان دهنده سطح کیفیت روغنه. حرف S یعنی روغن مخصوص موتورهای بنزینیه. اون حرف دوم مثل MLJ یا N نصف کیفیت روغن رو نشون میده. هرچی این حرف جلوتر توی الفبا باشه یعنی روغن به‌روزتر با کیفیت تره. SJ قدیمی تره، برای ماشین های قبل از 2001 استفاده میشه. SL یه پله بهتره، بیشتر برای ماشین های اوایل دهه 2000 مناسبه. SM دسته جدیدتره، مقاومت بالاتری داره. SN تا الان از همه به‌روزتره، بیشترین حفاظت رو از موتور انجام میده. بس ساده بگم هرچی از J به سمت N میایم بالا روغن مدرن‌تر و بهتر میشه. با برنامه سرویسکاران خلیج فارس همراه ما باشید.